نقاشی دیواری از پرنسس سوفی هدویگ. دیپلماسی در زمان جنگ. در خیابان قدیمی شهر با نقاشی دیواری از پرنسس سوفی هدویگ روبرو می شویم. در طول جنگ 30 ساله، زمانی که نیروهای اسپانیایی در آستانه ورود به شهر دیتس بودند، سوفی هدویگ تصمیم به انجامی عملی غیرعادی گرفت. او دشمنان اسپانیایی را به یک مهمانی بزرگ در قلعه دعوت کرد، به شرطی که شهر از آسیب در امان بماند. این استراتژی جسورانه به نتیجه رسید و شهر دیتس را تا حدی از تخریب و آسیب در امان داشت که بعدها از آن به عنوان نشانه‌ای از قدرت و دیپلماسی پرنسس هدویگ نام برده می‌شد.